خب سلام. اینجا کد مده، من پوریام و قراره ببینیم که چطوری مدل لاما رو به صورت لوکال روی سیستممون نصبش کنیم. این ویدیو در واقع آموزش نصب روی macOS. حالا توی ویدیوهای بعد در مورد اینکه چطوری همین کار رو باید روی ویندوز و لینوکس انجام داد هم صحبت میکنیم. خب فکر کنم که مقدمه رو میتونیم کوتاه کنیم، چون که نیازی نیست در واقع بهتون توضیح بدم که چرا باید اصلا از مدل‌های هوش مصنوعی استفاده کنیم. یعنی در واقع به هیچ کس نیاز نیست این رو دیگه توضیح داد امروز، ولی مخصوصا اگه دارید این ویدیو رو میبینید به شما دیگه نیاز نیست، یعنی میتونیم اینجاشو رد بشیم ازش. حالا اینکه چرا باید مثلا به صورت لوکال نصب داشته باشید روی سیستمتون یا یکی از مدل‌های هوش مصنوعی رو، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه حقیقتا. یعنی ممکنه که شاید توی یک بازه از زمان شما دسترسی به اینترنت نداشته باشید ولی خب مثلا با اینکه دسترسی ندارید نیاز هم دارید که یک هوش مصنوعی در واقع ازش استفاده کنید توی اونجا. ولی میتونه هم دلیلتون این نباشه، میتونه دلیل مختلف عجب و غریبی داشته باشید که حقیقتا مهم نیست. اصلا دلیلی که دارید مهم نیست برای هیچ کس. ولی خب کاری که میتونید بکنید اینه که حالا بیایم ببینیم چطور نصبش بکنیم. ببینید میرید توی سایت olama.com. خب توی ویدیو میتونید ببینید و وقتی که بازش کردید اینجا روی دانلود کلیک میکنید، فایل دانلود میشه. حدوداً نزدیک به 200 مگه، خیلی زمان نمیبره، ولی خب من دانلودش کردم آلردی. میریم، یعنی نصب هم شده. اوکی، این سه تا فایلی که اینجا میبینید تلاش‌های ناموفق من بوده برای ادامه دادن همین ویدیو که جاهای مختلف مجبور شدم قطعش کنم و دوباره حالا رکوردش کنم. ببینید اولاما رو که باز میکنید روی نکست میزنید، میگه که کامند لاین رو نصبش کن. خب چه مثل این که باید یوزرنیم و پسورد رو وارد کنیم که خب غلطه ظاهرا. اوکی. خب این کامند رو بهتون میده، اینو باید ببرید توی ترمینال رانش کنید. خب این الان میره روی در واقع دانلود کردن و نصب این مدل که خودش بهتون میده مدلشو، و خب طول میکشه دیگه، مثلا ممکنه یه 7-8 دقیقه طول بکشه و من قرار نیست توی این تایم حالا همینطوری هی صحبت بکنم. پس ویدیو رو فعلا قطعش میکنیم تا نصب بشه. حالا اوکی. خب میبینید که این تموم شده، نصبش کرده. چند تا فایل دیگه رو هم خودش بدون اینکه حالا نیاز به وارد کردن کامند دیگه ای باشه اونا رو هم نصب میکنه بعدش. خب حالا میبینید که ویدیو هم از 3 تا شده 5 تا. این یکی از همون ویدیوهایی که خب قطعش کردم تا نصب تموم بشه، ولی این آخری یه تلاش ناموفق دیگه بوده. بله. ببینید مدل نصب شده. بعد از اینکه تموم میشه اون پروسه خودش ران میشه. خب الان میتونید باهاش صحبت کنید که خب اوکی ولش کن، دید جوابمو میده. خب همین کافیه. حالا اگه بخوایم ازش بیایم بیرون اسلش بای رو میمیسید
و دوباره وقتی خواستید رانش کنید همین کامندی که برای نصبش استفاده کردید رو وارد میکنید. میبینید که دوباره بالا میاد. خب و کار میکنه کاملا. حالا این مدل لاما بود. مدل های دیگه هم هست که میتونید نصبش کنید و میتونیم آموزش اونها رو هم توی ویدیوهای دیگه با هم بررسی کنیم و حتی شاید یک ویدیو باشه که فرق این مدل ها با هم چیه، که اونجا بتونید تصمیم بگیرید که برای کاری که میخواید انجام بدید کدوم مدل اصلا به درد شما میخوره و کدوم باید نصبش بکنید. خب میتونیم تفاوتاشون رو بررسی کنیم و خب اینکه کدومش دقیقا برای شما مناسبه رو تصمیمش با خود شماست. حالا این تمومه. پس دیگه فکر کنم چیزی نمیمونه، فقط اینکه اگه لایک نکردید ویدیو رو لطفاً این کارو بکنید و سابسکرایب هم حتما بکنید، تا جای ممکن شیر هم بکنید ویدیو رو برای تک تک افرادی که میشناسید تو کل زندگیتون. بله مرسی. فعلا.